سلام علیکم بچه‌ها. این درسی سیومی میشد ایدی برنامه ویژوال بیسیک. در این درس ما با شما یکی از اپراتورها رو استفاده می‌بریم، یعنی اپراتور if رو. برای چی اپراتور if رو؟ برای آنکه با تقسیم ما یک جای کردن میگذاریم. مثال ما اگر برنامه رو بکورد داریم، وقتی که برنامه ما بکورد می‌دارد ما مثال میگیریم 6 تقسیم یعنی 0 میگیریم. یک تکتون میبینیم 6 درست طرح میکنیم، 6 درست ضرب میکنیم 0 اینشان درست. وقتی که تقسیم میکنیم همه اینا خطاگی میبرد. دیویزیون بای 0 عدد با 0 تقسیم شده استوده است. در تقسیم اگر ما با دقت باشیم عدد رو با 0 تقسیم کردن امکان ناپذیر است. گفته استوده است امپتیم نامعلوم یا خالی. ای ما برابر 6 بی ما باشد برابر 0. برای همین if رو در همینجا استفاده بردم، چون که در بیسیک همین کار هم کردم من با فکرم. خب در اینجا ما می‌نویسیم if انگلیسی میکنیم زمان رو if خب کالونی 0 زن یعنی دوام ده. در اینجا می‌نویسیم را سنجیدیم کالونی 0 بوده است، اکنون ب رو می‌سنجیم. if ب کالونی 0 زن، اگر ب کالونی 0 باشد بعد دوام ده. دو تا if رو من موندم برای سنجش، یا اینکه این رو دید این خیلی کنم یک بار از یک if استفاده بردم. با هر حال این که بیسیک نیست یک چند if استفاده برم با یک if کارم اخبار میکنم. کالونی با می نویسیم end ب کالونی یک کالونی end ب کالونی با زن این عمل رو اجرا کن. else می نویسیم else یکی از قیمت ها با 0 برابر است. else در mxg box میبریم msg box. خب در داخل نخونه بنویسیم prompt msg box. در داخل نخونه بنویسیم. خب زبان رو توجیکی میکنیم. یکی از قیمت ها با صفر برابر است. یکی از قیمت ها با صفر برابر است. در برنامه رو قبول کرد بعدا این if رو می نویسیم تا که برنامه پوشیده شود. می نویسیم انگلیسی and if ما قبول شد برنامه رو با کور می داریم. سه صفر سه 0 تقسیم. علاقه چخلی که شما میبینید یکی از قیمت ها با صفر برابر است و ما خبر میدهد که یک صفر ما یعنی قیمت ما با صفر برابر است. اگر ما این رو مثال میگیریم 2 بگیریم این آگاهی با ما برآورده نمیشود، بر جای اون تقسیم میکند. خب این رو میگیریم 3 چخلی که میبینید نتیجه 3 شد. این بود طرز استفاده if در همین گونه برنامه ها. در برنامه مثال میگیم ویژوال بیسیک. به غرض if ما باز یک چند علامت دیگر رو در اینجا استفاده بردن میتوانیم که کاری ما این چی میکند
برنامه خیلی آسان میکنم. خب مثال میگیریم if رو در یکی از عملها باز دیده میتوانیم. مثال کدام نمودی عملها؟ عملها بسیارند. یکی از آنها رو ما در اینجا میبینیم. ما میگیم اگر قیمت ما با 0 ضرب شود آن را چیکار کنیم؟ و ما خبر دهیم که یکی از قیمت ما 0 است. این هم رنگی نمین میشود. در اینجا ما نویسندیم یعنی محافظتگری دو کرته بگیمان میشود. می نویسیم if a colonial and b colonial then همین کار رو اجرا کن وگرنه else msg box خب زبان رو آنش میکنیم. یکی از قیمت ها با صفر برابر است انا این بود طرز ایناش باز می نیست آزاد نیستندن میتونیم که and if زمان رو تغییر میدهیم and if این بود یکی از اصولهای عادی ترین استفاده همین قیمت ها. یکی از قیمت ها با 0 برابر است. اینا شامل باشد یکی از قیمت ها با 0 برابر است. مثال میگیریم ما این رو با a رو برای که شما با پورگی فهم شد که هر دین ها کار میکند میتونیم درست -8 خب یکی از صفر ها با قیمت ها با 0 برابر است. اینا شما مگر پخش کنیم یکی از قیمت ها با 0 برابر است. ما طرز استفاده اپراتور if then و else در برنامه ویژوال بیسیک نگفتن نماند که ما این رو میتونستیم هم این گونه استفاده بریم یعنی if برنامه ما کلون 0 اگر شما اهمیت داده باشد در بعضی جای ها ما مجبور میشیم از یک چند if استفاده بریم. در آن لحظه ما میتونیم که یک اصول دیگر استفاده بریم. این عمل هم هست. مثال در اینجا من مینویسم زن با پایان میفرویم. در اینجا باز میتونم نویسم که else if مثال ایمو کلون 0 نباشد مثلا کلون 0 نباشد در اینجا باز من میتونم بگویم که مثال برابر 0 زن همین کار رو اجرا کن در ضرب ماندن. مثال با اینجا این رو میگیرم کنترل کپی در اینجا من این رو میگذارم یعنی در اینجا یکم میسنجم اگر کلون 0 باشد همین کار رو اجرا میکند و نتیجه رو با من نشون میده. در اینجا میسنجد اگر برابر 0 هم باشد همین کار رو اجرا میکند بعد با من نتیجه رو میگوید. اگر که در حقیقت هم خردی 0 باشد بعدا با ما میگوید که این چی نادرست است یکی از قیمت ها با 0 برابر نیست. یعنی باید با پورگی میتونیم بگیم که قیمت با 0 برابر است. از رو میگیریم مثال قیمتی با 0 برابر است. برنامه را با کار می‌داریم. خب مثال برای سنجش یکم 5 میگیریم ایناش رو مثال 7
جمع میکند طرح میکند. خب ضربم کرد. اکنون ما قیمت رو با 0 برابر میگیریم. برابر 0 ضرب کار میکند. اکنون ما این رو خب مینوسی 2 میگیریم. yaxshi در اینجا زمان رو تغییر میدیم. مثلا میگیم مینوسی 3 در اینجا پخش میکنیم. حالا که میگه که قیمت A با 0 برابر است A. در اینجا خطایی از ما شد. بخشش اینجا ما باید میگفتم که خورده 0 است. قیمت A از 0 قیمت A از 0 خورده است. ما توضیح میکنم میگیم از 0 خورده است. نه تمام با پراگی کار میکنم. خب سربالان خونه آورد باشد. این بود درسی سیوم اویل برنامه ویزوال بیسیک سربالان